ببین رفیق، یه پیری میگفت تو نوجوانی با خوندن حسین وارث آدم معتقد بودم که هیچ قلمی قلم دکتر شریعتی نمیشه. بعدها با خوندن بوفکور معتقد بودم هیچ قلمی قلم صادق هدایت نمیشه. کمی بعد با خوندن بیگانه میگفتم هیچ قلمی قلم کامو نمیشه. بعدها با خوندن به سوی ساحل میگفتم هیچ قلمی قلم محمود حکیمی نمیشه. بعدها با خوندن باغ آلبالو میگفتم هیچ قلمی قلم چخوف نمیشه. سالها بعد تو آستانه میانسالی با خوندن دستای آلوده فکر کردم هیچ قلمی قلم سارتر نمیشه. بعد بازنشستگی هم علاقمند به قلم داو شدم. اما امروز در آستانه ورود به پیری هستم و تو عمرم از بس دنبال خوندن کتاب بودم و ورزش نکرده بودم. تازه فهمیدم هیچ کدوم از این قلم ها نه نون داشت نه آب. دیگه زانوام توان بالا رفتن از پله ها رو نداره و در به در به دنبال درمانی برای زانو درد میگردم. معتقدم که هیچ قلمی قلم گوساله نمیشه. حتما آب قلم بذارید خوب لعاب بندازه و صبح بخورید. فقط و فقط به فکر خودتون باشین، چون تو پیری ممکنه کسی نباشه دستتون رو بگیره یا کولتون کنه که از پله ها بالا برین. خلاصه رفیق، هر چقدر تو زندگی مواظب عزیزانت هستی 100 برابرش مواظب خودت باش. اگه با این فشار اقتصادی و روحی روانی تو این مملکت سکته نکردی و به پیری رسیدی، به حرف منم میرسی. هامشتی.